ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби чорум, гуфтори 114. بدان که از خوشگمانی قوت و آسایش می‌یابی و به کمک آن کارهای خیش را که به سامان دادن آن دل بسته‌ای به سامان می‌بری و کسان را به محبت خیش وامی داری و این که در همه کارهایت با تو راست باشند. خوشگمانی درباره یارانت و رأفت با رعیت مانع از آنت نشود که پرسش کنی و درباره کارهای خیش کاوش کنی و به کار دوستان پردازی و احتیاط رعیت را بداری و در آنچه مایه قوام و صلاح آن می شود بنگری. بلکه می باید پرداختن به کار دوستان و به داشتن احتیاطی رعیت و نظر در بایستهاشان و آوردن لوازمشان به نزد تو بر غیران مرجح باشد. در همه این کارها نیت خیش را خالص کن و خیشتن را از انحراف برکنار بدار، چون کسی که می داند که از اعمال وی پرسش می کنند و در قبال نیکی ثواب می دهند و از بدی مؤاخذه می کنند که خدای دین را حصار کرده و مایه قوت و هر کی را پیروی آن باشد و تأیید آن کند به رفعت می برد. پس آنها را که زیر تسلط و رعایت تواند در راه دین و طریقت هدایت منسلک ساز. حدود خدای را درباره مجرمان و مقدار جرمشان و استحقاقشان به پای دار و آن را معطل مدار و درباره آن سستی میار. در عقوبت کسانی که عقوبتشان باید کرد تأخیر مکن که این گمانی نیک تو را درباره خیشتن به تباهی میبرد. درباره کارهای خیش پایبندی سنتهای روان باش و از شبهتها و بدعتها برکنار باش که دینت به سلامت ماند و مروتت بجای. وقتی پیمان کردی بدان وفا کن، وقتی وعده نیکی دادی آن را به انجام ببر، نیکی را بپذیر و آن را تلافی کن. از عیب همه عیبناکان رعیت چشم بپوش، زبان خیش را از سخن دروغ و نادرست بدار و دروغ گویان را دشمن بدار. سخنچینان را عقوبت کن که نخستین تباهی تو در کاری حال و آینده تقرب دادنی دروغ پرداز است و جرأت بر دروغ که دروغ سری گناهان است و نادرست گویی و سخنچینی اوج آن است که سخنچین به سلامت نمی ماند و یاری وی از سلامت دور می ماند. آن که دل به سخنچین دارد هیچ کارش به سامان نمی رسد. اهل صدق و صلاح را دوست بدار.
مردمی شریف را در کاری حق یاری کن، ضعیفان را کمک کن، خویشاوندان را رعایت کن و از این کار رضایت خدا را بجوی عز و جل و ثواب وی را بخواه و خانه آخرت. از اندیشه بد و ستم بپرهیز و بیزاری خویش را از آن بر رعیت نمایان کن و راه بردنشان را به نعمت عدالت قرین کن. ما بین آنها مطابق حق رفتار کن و معرفتی که تو را به راه هدایت می رساند. به هنگام خشم آوردن خویشتن‌دار باش و سنگینی و بردباری را مرجح شمار، از تندی و بدفاری و غرور در کارها بپرهیز. مبادا بگویی مرا تسلط هست و هرچی بخواهم میکنم که این موجب کاستی رای و سستی یقین به خدای یکتای بی انباز است. نیت و یقین خیش را نسبت به خدا خالص بدار. بدان که ملک از آن خداست که بر هر که خواهد دهد و از هر که خواهد برکند. نعمتدارانی صاحب قدرت که دستی دولتشان گشاده است، اگر نعمت و احسان خدای را کفران کنند و بدانچه خدایشان از فضل خیش داده گردن فرازی کنند، زود باشد که نعمتشان دیگر شود و به جای آن نکبت آید. حرص جانت را از خیشتن دور کن. ذخیره ها و گنج های تو نیکی باشد و پرهیزگاری و معدلت و بهبودی رعیت و عمرانی ولایت و تفقد امور و حفظ جماعت و کمک به درماندگان. بدان که مالها اگر فزونی گیرد و در خزینه ها ذخیره شود ثمر ندهد و اگر در بهبودی رعیت و اعطای حقوقشان و رفع حاجتشان به کار رود نمو کند و براید و عامه به کمک آن بهی یابد و ولایت داران از آن رونق گیرند و روزگار بدان خوش شود و مایه عزت و مناعت شود. پس می باید که گنج خزینه های تو پخش مال در عمران اسلام و مسلمانان باشد. حق دوستان امیر مؤمنان را که به نزد تو اند به کفایت بده. سهم رعیت را به تمام ادا کن و لوازم اصلاح امور و معاششان را عهده کن. وقتی چنین کردی نعمت بر تو بیماند و از جانب خدای مستحق فزونی شود و در کار گرفتن خراج و فراهم آوردن مال از رعیت و قلمرو خیش تواناتر باشی و جماعت به سبب شمول عدالت و احسانت به آسانی مطیع تو شوند و هر چی را خواهی کرد به خوشدلی بپذیرند. درباره آنچه گفتم بکوش و مراقب آن باش که از این مال تنها آنچه در راه حق خرج شده باشد بجا میماند. حق سپاسی سپاسداران را بشناس و بر این کار پاداششان بده. مبادا دنیا و غرور دنیا هراس آخرت را از یاد تو ببرد و درباره آنچه بر تو فرض است تساهل کنی که تساهل مایه قصور است و قصور مایه ویرانی. می باید عملی تو به خاطر خدای باشد تبارک و تعالی.
امیدی ثواب داشته باش که خدا در این دنیا نعمتی خویش را بر تو تمام کرده و با تو تفضل نموده. پس سپاسدار باش و بدو تکیه کن تا به تو نیکی و احسان فزونتر کند که خدا پاداش به مقداری سپاسی سپاسداران و رفتاری نیکوکاران می دهد. درباره نعمت‌ها که خدا داده حق گزار باش. از عافیت و حرمت روی مپیچ. گناهی را سبوک مگیر. به حسود دل مبند. به بدکار رحم مکن. ناسپاس را رعایت مکن. با دشمن مدارا کن. سخنچین را باور مدار. خیانتکار را امین مشمار. فاسق را بکار مگمار. پیروی گمراه مشو. ریاکار را ستایش مگوی. هیچ کس را حقیر مشمار. خواهنده فقیر را نومید مکن. باطل را مپذیر. به مسخرگوی دل مده. از وعده تخلف مکن. از فاجیر بیم مکن. خشم میار. تجمل مخواه. گردن فرازی مکن. به سفاهت مگیرای. در طلب آخرت کوتاهی مکن. با کسان عتاب میار. با ترس و بیم از ظالم در مگذر. ثواب آخرت را در دنیا می جوی. با فقیهان مشورت بسیار کن. خویشتن را به حلم وادار کن. از مردمی مجرب و خردمند و صاحب رای و حکمت پیشه پند گیر. مردمی بخیل و تنگ دیده را در مشورتی خویش دخالت مده و سخنشان را مشنو که زیانشان از سودشان بیشتر است. در کاری رعیت که می پردازی چیزی از امساک تباهی انگیزتر نیست. بدان که اگر حریص باشی کارت به استقامت نیاید مگر اندکی. اگر از اموال رعیت چشم بپوشی و با آنها ستم نکنی دلبسته تو می شوند. صفای دوستان با تفضل و عطای خوب پاینده می ماند. از امساک بپرهیز و بدان که امساک نخستین عصیان بود که انسان با پروردگاری خویش کرد و عصیانگر به معرض زبونی است و این گفتاری خدای تعالی است که و من یوق شح نفسه فاولیک هم المفلحون. یعنی و هر کی از بخل ضمیر خویش محفوظ ماند آنها خودشان رستگارانند. پس راه بخشش را به حق هموار کن و برای همه مسلمانان از نیتی خویش نصیب بینه. بدان که بخشش از بهترین اموال بندگان است و آن را رویه و عمل و طریقه خویش کن. سپاهیان را در دیوانهایشان و محل عملشان تفقد کن. مقرریشان را بده و در کاری معاششان گشادگی آر که خدای به وسیله آن حاجت از آنها ببرد و کارشان بر تو قوام گیرد و دلهاشان در اطاعت و کاری تو خلوص و
نشاط یابد. صاحب قدرت را همین نیک روزی بس است که به سبب معدلت و مراقبت و انصاف و توجه و شفقت و نیکی و کشاده دستی مایه رحمت سپاه و رعیت خیش باشد. بدان که قضاوت نزد خدای اهمیتی دارد که چیزی هم مانند آن نیست. قضاوت میزان خداست که اوضاع زمین به وسیله آن تعادل میگیرد و به سبب عدالت در قضاوت و هم در عمل رعیت سامان میگیرد و راهها امن می شود و مظلوم انصاف میگیرد و مردمان حقهای خیش را میگیرند، معاش بهبود مییابد و حق اطاعت ادا می شود و خدا عافیت و سلامت می دهد و دین قوام می گیرد و سنت ها و تشریع ها روان می شود و حق و عدالت در کار قضاوت مطابق آن انجام می شود. در کار دین سخت گیر باش و از تباهی بپرهیز. حدود را به پای دار، عجله کمتر کن، از ملالت و اضطراب به دور باش، به قسمت قناعت کن، از تجربه خیش سود گیر، در خاموشی خیش اندیشمند باش، گفتارت استوار باشد، با دشمن انصاف کن، در قبال شبهه تأمل کن، حجت به تمام گوی، در کاری هیچ یک رعیت دوستی یا حمایت یا ملامتگری در تو اثر نکند. تحقیق کن، تأمل کن، مراقبت کن، بنگر، دقت کن، بیندیش، با پروردگار خیش فروتن باش، با همه رعیت مهربان باش، حق را بر خیش مسلط ساز، در ریختن خون شتاب میار که خون بنا حق ریختن به نزد خدای اهمیت بسیار دارد. این خراج را که رعیت بر آن استقرار گرفته و خدای آن را مایه عزت و رفعت اسلام و وسعت و مناعت مسلمانان و سرکوب و خشم دشمن خیش و مسلمانان و ذلت و حقارت کافران معاهد کرد، درباره این خراج بنگر و آن را میان صاحبانش به حق و عدالت و برابری و تعمیم پخش کن. آن را از محترم به سبب حرمت و از توانگر به سبب توانگری و از دبیر خیش و هیچ یک از خاصان خیش باز مگیر. بیش از آنچه تحمل پذیر باشد مگیر و تکلیف سخت منه. مردمان را به حق خالص وادار کن که این همبستگیشان را محفوظ می دارد و رضای همگان را فراهم می کند. بدان که تو را ولایت داده اند، خازن و حافظ و رعایتگر کرده اند، مردم قلمروی تو را رعیتی تو گفتند، از آن رو که رعیتگر و سرپرست آنهایی که آنچه را به رضایت و توان خیش به تو میدهند میگیری و به قوام کار و صلاح و استقامتشان خرج میکنی. پس در قلمروی عملی خیش مردمی صاحب رای و مدبر و مجرب و خبیر در کار و دانای سیاست و عفیف بر آنها گمار
و در کاری مقرریشان گشایش آر، که این در آن کار که عهده کرده ای و به تو سپرده اند از حقوقی خاصی توست، که نباید چیزی تو را از کارت مشغول دارد و از آن منصریف کند، که وقتی که آن را هدفی خیش کردی و با بایسته آن قیام کردی، مستحقی فزونی نعمتی پروردگارت شوی و بلند آوازگی در قلمرو خیش رعیت نکوخواهی تو شود و به کاری صلاح یارید کنند و برکات سوی شهری تو آید و آبادانی در ناحیت رواج گیرد و فراوانی در ولایتت نمودار شود و خراجت بیشتر شود و اموالت بسیار شود و به وسیله آن در کاری نگهداری سپاه نیرو گیری و عامه را با عطیه دادن از جانب خیش خشنود کنی. سپاستی تو موردی ستایش و عدالتت پسندی دشمن شود و در همه کارت عادل شوی و نیرومند و صاحب ابزار و لوازم. پس در این کار بیکوش و چیزی را بران مقدم مدار تا سرانجام کارت محمود شود ان شاء الله. در هر ولایت از قلمرو خیش امینی برگمار که تو را از کاری عاملانت خبردار کند و رفتار و اعمالشان را برای تو بنویسد، چنان که گویی به نزد هر عامل حضور داری و همه اعمال او را معاینه می نگری. اگر خواستی به عامل خیش دستور دهی درباره نتیجه‌ای که از آن منظور داری بیندیش. اگر آن را قرینی سلامت و عافیت دیدی و امیدی نیکی و خیر و بهتری از آن داشتی، آن را به انجام ببر، وگرنه از آن دست بدار و با مردمی روشنبین و دانا مشورت کن. آنگاه لوازم آن را فراهم آر، باشد که مرد در یکی از امور خیش بنگرد و آن را مطابق دلخواه خیش بیند و مصمم شود و دلباخته آن شود و اگر در عواقب آن ننگرد مایه هلاکتی او شود و کارش را بشکند. در هر کار که خواستی کرد دوراندیش باش و با استعانت خدا نیرومندانه بدان پرداز و از پروردگار خیش در همه کارهایت خیر بجوی. کاری امروز را بسر ببر و آن را به فردا میفکن و بیشتر کار را به خویشتن کن که فردا را کارها و حادثه هاست که تو را از کاری امروزت که پس انداختی مشغول می دارد. بدان که وقتی روز گذشت با هرچی در آن است برود و اگر کاری آن را مؤخر داشته باشی کاری 2 روز بر تو فراهم شود و چنانت مشغول دارد که از آن وامانده شوی. اگر هر روز کاری آن روز را بسر بری خیشتن را آسوده کنی و امور حکومت را استواری دهی. آزادگان و محترمان قوم را بنگر، از صفای سیرت و بیخللی مودتشان درباره خیشتن و یاری و نیکوخواهی و خلوصشان یقین حاصل کن و آنها را جزو و خواص خیش کن
و با آنها نیکی کن. مردم خاندانها را که به حاجت افتادند بیجوی، باری معونت از ایشان برگیر و وضعشان را به سامان بر تا از رنج حاجت بیاسایند. در کاری مستمندان و مسکینان و آنکه توانی ارزی مظلمه به تو ندارد و حقیری که طلبی حق خیش نداند، به خویشتن نظر کن و از وی در کمال خفا پرسش کن و از صولهای رعیت کسان به امثال آنان گمار و دستورشان ده که هوایج و حالاتشان را بر تو برسانند تا در آن بینگری به ترتیبی که خدای کارشان را به سامان برد. جنگاوران و یتیمان و بیوگانشان را بیجوی، برای آنها از بیت المال مقرری بینی و در کاری عطوفت و نیکی به آنها از امیر مؤمنان که خدایش عزیز دارد اقتدا کن تا بدین وسیله خدای معیشت آنها را سامان دهد و تو را برکت و فزونی دهد. فقیران را از بیت المال چیزی بده و حاملان قرآن را که بیشتری آن را به خاطر دارند در این کار بر دیگران مقدم دار. برای بیمارانی مسلمانان خانه ها بپا دار که پناهشان دهد و کسان برگمار که با آنها مهربانی کنند و طبیبان که بیماری هاشان را علاج کنند و مقاصدشان را تا آنجا که به اسراف بیت المال نینجامد برآورده کن. بدان که وقتی حق کسان داده شود و تقاضاهاشان به تمامی برآورده شود، خوشنودی نکنند و دلخوش نشوند تا حوایج خویش را به ولایت داران عرضه کنند. به امید زیادت و افزایش رعایت بسا باشد که آن که در کاری مردم نگرد از بسیاری آنچه بدو می رسد و اندیشه و خاطرش را مشغول می دارد وامانده شود و آن را مایه زحمت و مشقت داند. آن که به عدالت راغب است و حاصل نیکی آن را به وقت حاضر و ثواب نیکی آن را در آینده می داند، همانند آن کس نیست که به موجبات تقرب خدا اقبال می کند و به وسیله آن رحمت خدا را می جوید. مردمان را بسیار بپذیر و چهره خیشتن را به آنها بنمای و کشیکبانان خیش را از آنها به یک سو کن و با آنها تواضع و خوشرویی کن. در پرسش و گفتار با آنها نرمی کن. با بخشش و بزرگواری خیش با آنها عطوفت کن و چون بخشش می کنی خوشدل و آسان بخش باش، نه جویای عوض و پاداش و دلگیری منت گذار که بخشیش بدین ترتیب تجارت سودآور است ان شاء الله. شنوندگان گرامی، شما گفتار 114 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامونیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.